به مقامات میلیشیا با عریضه زن 28 ساله ساکن نویای جیهون مراجعت نموده است که 23 نوامبر سال 2023 هنگامی در جماعت دیوت قمسنگر قرار داشتنش شخصان نامعلوم با طریق زوروری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی دار و تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 2000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 38 ساله ساکن همین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. با شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 24 نوامبر سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه خوراکواریش در آمده از آنجا محصولات خوراکواری و اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 91000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مردان 27 41 و نوبالغ 17 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف در دوام ماه نوامبر سال 2022 تا ماه سپتامبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن شهر خوجند در آمده با بهانه تجارت مبلغ 327000 سومانیش را گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.